دختر کوچولو، من یه پلیسم. دختر کوچولو، نترس باشه. دختر کوچولو، متحرک فصل اول قسمت اول. تفاوت‌های بین مرد و زن چیه؟ داری جوک میگی؟ نه، جدی پرسیدم. هرگز زنی رو ندیدم که بدون یه لامپ چطوری خاموش میشه. فکر میکنن کلیدا فقط روشن میکنن، انگار وقتی از اتاق میرن بیرون کور میشن. هیچ کدوم از زنایی که من دیدم هیچ وقت رو راست نبودن. باور کن میام خونه میبینم همه لامپا روشنه. این اواخر کارم این شده که تا پامو گذاشتم توی خونه تک تک لامپایی که این ضعیفه روشن گذاشته رو خاموش کنم. اخلاقمون کاملا متفاوت. اینو داری جدی میگی؟ آره عزیز من. پسر جون پدر شین میخواد برات موعظه کنه. طرز فکرش مثل بقیه شونه. خانم‌ها برات با آب و تاب از گرم شدن زمین میگه. باور کن. اینجاست که پدر شین از انجیل براش نقل قول میاره که عزیزم اگه تو بقیه آدمای کدن شبیه تو فقط اینو بفهمن که کلید لامپ علاوه بر روشن کردن خاموشم میکنه، شاید ما دیگه چیزی به نام گرم شدن جهانی نداشته باشیم. بله تو اینا رو بهش گفتی؟ آره، نصف مؤدبانشو گفتم. ولی رفیق با چنان نفرتی نگام میکرد که مطمئنم اصلا نمیتونی باور کنی. صداش یه دفعه میشه تو مایه‌های صدای جنه تو فیلم جنگیر، میگه صدات مثل بابای لعنتیمه. همیشه سر قبض برق جیغ و داد را میندازه. خب به هم بگو لامپ لعنتی رو خاموش کنم. اون وقت تو چی؟ دوست دارم بهش بگم آخه روانی اینی که من دارم بهت میگم تو کل زندگی شنیدی، ولی هنوز اونقدر احمقی که نمیدونی یه لامپ علاوه بر روشن شدن خاموشم میشه. البته واقعا این حرفا هیچ وقت نمیگم. آره اوضاع کاملا بدتر. آره دیگه مجبورم نسخه مؤدبانش رو بگم. به نظر من کار درست. بله قربان. بله. اوضاعت با لوری چطوره؟ خب اون تو خاموش کردن لامپا که کارش خوبه، جدا خوبه، ولی نمیدونم چرا بعضی وقتا قاطی میکنه. منظورم این نبود. شبای بدی رو میگذرونه. ببین رفیق، شاید من نتونستم یه نصیحت خوب بهت بکنم، ولی سعی خودمو کردم. حداقلش اینه که تونستی حرفتو بزنی. اونم همیشه همینو میگه. حرف بزن. فکر کن من باید همیشه مثل یه لال عوضی بشینم و گوش کنم که خانم چی میگه. خب این افکارتو باش در میان گذاشتی؟ احساساتتو باش در میان گذاشتی؟ مثلا اینه که این اواخر خیلی سعی کردم چیزی بگم که با اشتیاق بهم گوش بده، ولی انگار حوصله شنیدن حرفای منو نداره. میدونه این تمام مدت خرابم میکنه، به من اصلا دلیلشو نمیفهمم. ببین رفیق، مزخرفات از زوج میگذرونن، یه بخشی از زندگیه. آخرین حرف امروز صبحش این بود. بعضی وقتا واقعا برام سوالی که ما اصلا برای تو مهمیم. چرا بچه‌مون این حرف زد، میفهمی؟ تصور کن با همچین افکاری بری مدرسه. تفاوت‌های بین زن و مرد چیه؟ من هیچ وقت بهش حرفی نزدم که کوچیکش کنم، به خصوص وقتی که کار پیشمونه. به تمام نیروهای در دسترس با تمام سرعت به سمت موقعیت حرکت کنید.
از نیروی محلی هم درخواست کمک شده. باند شرقی بزرگراه 18 خروجی های 3 4 2. خیلی مراقب باشید و فاصله رو با هدف حفظ کنید. منظورین 2 مرد سفید پوست هستن. مراقب باشید. یه مأمور محلی شهرستان لیندن مجروح شده. تکرار میکنم باند شرقی بزرگراه 18. تکرار میکنم فاصلتون رو با هدف حفظ کنید. واحد 1 بستر محل اضافه. ما تو موقعیت 97 کد 100 هستیم. باند شرقی بزرگراه 18 محدود شده. لطفا مراقب باشید. تکرار میکنم ما تو بزرگراه 18 هستیم. همه چی تحت کنترله. انگار دارن همه جاده‌های این اطراف رو برای گرفتن اون احمق بالا و پایین میدن. شاید ما رو تو یکی از برنامه‌های تلویزیونی نشون بده. نظرت چیه؟ اون به نظرم بهتر حواستو جمع کنیم. مطمئن شو اسلحه تو رو ضامنش رو بکش. میگم بد نیست اگه نشونمون بدن اون. لعنتی. مسلحه بند نفس سمین. من خوبم. وقتی دیدم تیر خوردی از ترس زهره ترک شدم. منم همینطور. آبازی بهم شلیک کرد. میتونی باور کنی؟ باید یه جلیقه جدید برات بگیرم. آره. شنی هیچ وقت در این مورد به لاری چیزی نکن. هیچ وقت. فهمیدی چی بهت گفتم؟ ریک نه چیزی نیست نه تیر خورده. لان سود باش آمبولانس خبر کن. یه افسر تیر خورده همین حالا. خیلی خوب به من نگاه کن. پیش من بمون. صدامو میشنوی؟ خیلی خوب من همینجام. پیش من بمون. صدامو میشنوی؟ چیزی نیست من همینجام. طاقت بیار رفیق. من همینجام. چیزی نیست. آروم باش. سلام رفیق. ما هنوز پیشتیم. ما هنوزم با همین. متاسفم مرد. هر بار که میام اینجا اون اتفاق مزخرف یادم میاد. این از طرف هم هست. خواستن که اینو برات بیارم. اونا امیدوارن که خیلی زود برگردی پیش ما.
لیندا و دایان از اداره مرکزی اینا رو برات چیدن. خواستم بگم که بیخیال، من فقط اومدم اینو بذارم کنار میزت. چه گلدون باحالی، خیلی خاصه. راستشو بگو، از خونه مادر بزرگ جان دزدیدیش؟ امیدوارم سرویس قاشق چنگایش رو بر نداشته باشی. شین رفتی دستشویی؟ پرستار کمک، پرستار کمک.
لاری لاری کار
لوری کارل لوری لوری کارل این واقعیه من واقعا اینجا بیدار شو بیدار شو کارل پیدا کردم بابا یکیشونو گرفتم زدم کلشو داغون کردم. اون چیزی گفت فکر کنم یه چیزی شنیدم. بهم گفت کار اونا نمیتونن حرف بزنن. ای آقا این بانداژ برای چیه؟ چی؟ چطوری زخمی شدی؟ جوابمو بده زنچی. چطوری زخمی شدی؟ جواب بده وگرنه میکشمت. مجبور شدم پانسمان رو عوض کنم. خیلی کهنه شده بود. اون زخم چیه؟ چطور ایجاد شده؟ با شلیک تفنگ. شلیک تفنگ؟ دیگه چی؟ توضیح بده. گفتم که کافی نیست. ببین من میپرسم و تو جواب میدی. من حسن نیت دارم فهمی؟ اونا گازت گرفتن؟ گازم گرفتم. گاز یا چنگ ممکنه خراش برداشته باشی. نه من تیر خوردم. فقط تیر خوردم تا اونجایی که میدونم. های نترس. بدنش سرد شده. تری که داشتی تا الان باید جونتو میگرفت. فکر کنم برطرف شده. خلاصی ازشون سخته. خوب نگاش کن. خیلی تیزه. اگه بخوای کاری کنی با همین میکشمه. فکر نکن که این کارو نمی کنم. وقتی تونستی بیا بیرون. بیا.
اینجا خونه فردا و سیدنی دریکه. من دیدمشون. من قبلا اینجا بودم. اینجا مال اوناست. وقتی ما آمدیم اینجا خالی بود. این کارو نکن. اونا متوجه نور میشن. خیلی آشان اون بیرونن. امروز نباید اون تفنگ شلیک میکردم. صدا اونا رو به این سمت کشون. خیابان ازشون پر شده. شلیک کردن کار احمقانه‌ای بود. همه چی به سرعت اتفاق افتاد. فرصت فکر کردن نداشتم. تو امروز به یه آدم شلیک کردی؟ آدم؟ اون که آدم نبود. این چه حرفیه که از دهنت میاد بیرون؟ اون یه آدم نبود. تو بهش شلیک کردی. اونو تو خیابون به قتل رسوندی. فکر کنم چشمات ضعیف شده. اون یه مرده متحرک بود. بس کن. قبل از اینکه بیفتی بشین اینجا. بابا دعا کنیم. خدایا به خاطر این غذا ازت ممنونیم. برکتت از ما نگیر. ازت میخوام که تو این روزهای جهنمی مراقب ما باشی. آمین. آمین. اصلا میدونی چه اتفاقی افتاده؟ من امروز به هوش اومدم توی بیمارستان. بعدش رفتم خونم. فقط همینو میدونم. در مورد مردا که میدونی درسته؟ آره خیلی هاشونو دیدم. بیرون کنار اسکله تو کامیونای باربر. نه اونایی که نقش زمین شدن رو نمیگم. اون مردایی که هنوز راه میرن. مثل اونی که به شلیک کردن. چون میخواست تیکه تیکت کنه. سعی داشت بخورتت یا حداقل یه تیکه از گوشتتو بکنه. اگه این اولین باره که دربارش میشنوی میدونم چه حسی داری. اون الان بیرون تو خیابونه؟ آره. وقتی تاریک میشه فعالتر میشن. شاید چون هوا خنک شده اومدن. شاید هم به خاطر شلیکی که امروز کردم. اما ما در امانیم تا وقتی سرخ صدا نکنیم. احتمالا صبح گروشونو گم میکنن. گوش کن. فقط یه چیزو میدونم. نظر گازت بگیرن. بانداژت همین ما رو به شک انداخت. گاز اونا میکشدت. داشتی از شدت تب میسوختی. اما بعد از مدتی به زندگی برگشتی. دیدم چطور اتفاق میفته. ای بخیال. کارل اسم پسرته؟ آخه امروز اسمشو میگفتی. اون یک کمی از پسر تو کوچکتره. مادرش هم همراشه؟ امیدوارم میتر باشه. بابا بله. ازش پرسیدی؟ تا تیر خوردی. ما یه شرط کوچولو بستیم. پسرم میگه تو سارق بانکی. آره خودم خوفناک مثل دلینجر. من معاون کلانترم. طوری نیست پسرم. بابا اینجاست. چیزی نیست. شاید یکیشون خورده به ماشی. مطمئنی؟ خب قبلا هم یه بار اتفاق افتاده. بعد از چند دقیقه اوضاع. دو این چراغ رو خاموش کن. ماشین آبیه تای خیابون. مثل دفعه قبل. فکر کنم مشکلی نیست. این صدای دزدیه. اونا رو نمیکشون اینجا. الان دیگه کاری ازمون بر نمیاد. باید تا صبح صبر کنیم که برم پی کارشون.
اون اینجاست. نگاه نکن، از پنجره دور شو. مگه نمیشنوی؟ برو دیگه. ساکت. بس کن، ساکت. هیچ چیزی نیست. برو زیر بالش گریه کن. باشه؟ اون رو همون تختی که بودی مرد. من هیچ کاری از دستم بر نیامد. باعثش همون تب بود. پوستش مثل کوره داغ بود. باید میکشتمش. اینو میدونستم، اما خب جرأتش رو نداشتم. اون مادر بچم تو مطمئنی که اونا مردن؟ حداقل برای یه بارم که شده باید ازشون بپرسیم. اونا مردن. همه چیزشون مرده جز یه چیزی تو مغزشون. فقط باید بزنی تو سرشون. حالت خوبه؟ من یه کمی فرصت میخوام. اونا زنده، زن و بچم، حداقل تا زمانی که اینجا رو ترک کردم. چطور اینو میدونی؟ با یه نگاه انداختم اینجا؟ کشوهای اتاق خواب خالی بودن. چند تا از لباساشون رو با خودشون بردن به اندازه مسافرت. هر کسی میتونه اومده باشه اینجا و لباسا رو دزدیده باشه. رو دیوارا قاب عکس میبینی؟ غیر از ما به نظرت کدوم دزدی میاد قاب عکس رو برداره؟ آلبوم‌های عکس و عکس‌های خانوادگی هیچ کدوم نیستن. آلبوم‌های عکس؟ زن منم همین کارو میکرد. و چیزای ضروری رو جمع میکردم اون عکسای آلبومو. اونا تو آتلانتان شرط میبندن. درسته. چرا اونجا؟ مرکز پناهنده میگفتن یه جای خیلی بزرگی قبل از قطع شدن رادیو. حفاظت نظامی، غذا، پناهگاه. اونا از مردم میخواستن که برن اونجا. میگفتن امن‌تر اینجاست. اونجا به بیمارام رسیدگی میشه. مرکزی برای کنترل بیماری. ظاهرا دارن رو علاج این بیماری کار میکنن.
یه ماهی هست که گاز قطع. ایستگاه پلیس سیستم گازکشی خودشو داره. موتورخونه هنوز داره کار میکنه. ای خدای من، آب داغ. چه احساس خوبی نه؟ دوش میگیرم آب داغ. دوش میگیرم آب داغ. دوان برو تو اتاق عقب لباس بپوش. چی باید بگی دوان؟ ممنون. آها. آتلانتا باید جای خوبی باشه. هم امنی هم به هر حال اکثر مردم اونجا. قصد من اینه که بریم اونجا. اوضاع طوری به هم ریخت که اصلا باورت نمیشه. خیابونا اصلا امن نبود. بعدش زنم دیگه نمیتونست بیاد. ما گروه نداشتیم. باید یه جایی برای موندن پیدا میکردیم. بعد از اینکه اون مرد مجبور شدیم همونجا بمونیم. تو همون خونه لعنتی موندی. قصد حرکت نداری؟ هنوز که برنامه‌ای نداریم. خیلی از سلاح‌ها گم شدن. بابا منم میتونم شلیک کنم. دیگه بزرگ شدم. آره، اما باید خیلی دقت کنی. باید یاد بگیری که چطوری ازش استفاده کنی. درسته، اسلحه اسباب بازی نیست. وقتی مشربه کش که لازم باشه. اینو یادت باشه دوان. چشم قربان. بیا اینجا. اینو پر کن. پرش کن. این مال تو. واسه سرگرمی نیست. دیده تو قوی میکنه. واسه به مهماتتون باشه. زودتر از چیزی که فکرشو بکنید تموم میشه. خصوصا تحت تمرینی. راین؟ بله. اینو بذار تو ماشین. باشه. تو مطمئنی نمیخوای با من بیای؟ تا چند روز دیگه بالاخره دوان یاد میگیره که از اسلحه استفاده کنه. منم پیششم. یه باتری گیر بیار. من بیسیمم و هر روز قبل از طلوع آفتاب روشن میکنم. وقتی اومدی اونجا میدونی که چطوری پیدا کنی. فکر میکنی این اطرافم؟ نمیتونم ازش مطمئن باشم. دیگه نه. راسته یه چیزی. یه دونه از اونا شاید دردسر بزرگی نباشه، اما یه گروه گرسنه از اونا اون وقت باید مراقب باشی. تا همینطور. تو آدم خوبی هستی. امیدوارم زن و بچه رو پیدا کنی. میبینم تو این. مراقب پدر پیرت باش. چشم قربان. اون لئونه. زیاد تحویلش نمیگرفتم. احمق و بی احتیاط بودم. اما نمیتونم اینطور اینجا بلش کنم. میدونی که اگه صدای تیر رو بشنوم وقتی میان ما نباید اینجا باشیم. بزن بریم پسر. بجان.
داستان این مصور رو بخون. من میرم طبقه بالا. همه چی مرتبه. همونجا بمون پسر، بالا نیا. بعدش اونا از در گذشته رو به یه دشت رسیدن. بیا عزیزم. متاسفم که این بلا سرتون. منو ببخش. خدای من.
من روی کانال اضطراری صحبت میکنم. از بزرگراه 85 به آتلانتا نزدیک میشم. اگه کسی میشنوه لطفا جواب بده. سلام. کسی صدای منو میشنوه؟ کسی اون بیرون هست؟ کسی اونجا هست؟ لطفا جواب بدین. سلام، صدای منو میشنوه؟ سلام، کسی میتونه صدای منو میشنوه؟ هی سلام. صدای منو میشنوه؟ بله من صداتون رو میشنوم. اگه کسی میشنوه جواب بده. من دارم روی کانال اضطراری صحبت میکنم. دارم از بزرگراه 85 به سمت آتلانتا میرم. اگه کسی میشنوه لطفا جواب بده. ما بیرون شهر هستیم. لعنت. سلام. چی شده؟ چرا یه بار دیگه نمیشنوه؟ سعی کن. الو سلام، کسی که صحبت میکرد هنوز روی خطه؟ افسر شین والچ هستم. اونی که روی کانال اضطراری هستی لطفا جواب بده. رفتم. دیگران هم هستن، فقط ما نیستیم. آره، برای همینم بیسیم رو روشن میذاریم. ولی خیلی موثر نیست. گفتم که باید تو بزرگراه 85 علامت خطر بذاریم تا مردم نرن تو شهر. اونا نمیدونن چه بلایی ممکنه سرشون بیاد. وقت کافی نداریم. پس باید وقت بیشتری بذاریم. از عهده چیزی که گفتی بر نمیاییم. اینجاست که ما زنده میمونیم. این چیزی که هر روز اتفاق میفته. پیشنهاد میکنی کیو بفرستیم اونجا؟ خودم میرم، یه ماشین بهم بدین. میدونی که کسی تنهایی جایی نمیره. بله قربان. هی برو اونجا بشین رفیق، طوری نیست. برو بیخیال. از دستم دلخور شدی؟ هر چقدر میخوای ازم دلخور باش، اما این چیزی رو عوض نمیکنه. من تو رو به خطر نمیندازم. تحت هیچ شرایطی این کارو نمیکنم. اگه الان باعث یه حسی تو وجودت شدم، مثل وقتی که میخوای بزنی تو گوشم، بهت میگم چی کار کنی. اگه اینطوری خالی میشی بیا جلو، من هستم. آره. نمیتونی همینطوری از اینجا بری. ببین، اگه نمیخوای به خاطر من یه خودت کوتاه بیای ایرادی نداره، ولی فقط به خاطر پسرت کوتاه بیا. اون به اندازه کافی بدبختی کشیده. دیگه نمیخواد مادرش هم از دست بده. باشه؟ من یه مادر خوبم. بهم بگو باشه. اصلا سخت نیست. بگو باشه. مامان. چیزی نیست رفیق، مامانت تو چادره. برو پیشش. هی نمیخوام نگران باشی. مامان جایی نمیره. باشه؟ آره؟ آره؟ خیالت راحت باشه. سلام. یه افسر پلیس این بیرونه. میتونم یه مقدار بنزین قرض بگیرم؟ سلام. سلام. کسی خونه هست؟
آروم باش، آروم. هیچ کس به آسیبی نمیرسونه. نگران نباش. این کار من بیشتر شبیه یه پیشنهاده. آتلانتا پایین همین جاده است. اونجا امنه. غذا، سرپناه، مردم. شرط ببندم دوستاتم اونجا. خب نظر چیه؟ آره ما میریم اونجا. پسر خوب. آفرین. حالا با من بیا. بیا. خوبه. فقط آروم. آروم. باشه؟ آفرین. آروم آروم. من سالها سواری نکردم. نه آروم پسر، آروم آروم. آروم باش، آروم باش. آروم پسر، آروم. آفرین، آروم. بزن بریم. چطور؟ آروم باش. تعدادشون کمه، برای برگشتن مشکلی نداره. خوبه پسر. نه
کنار. لوری کار متاسف. تو کله خیر. هی تویی که تو تانکی جات خوبه؟ Endlessly I listen in the master game. Welcome to my world. Welcome to my only world. My head is full of space junk, but your words are coming through.